بیننده بعدی گفتن که وقتی نماز ظهر و عصر قضا شود چه هنگام می توانیم قضای آن را به جا بیاوریم و آیا سنت های آن را نیز ادا کنیم یا فقط فرض را بخوانیم؟ هر نمازی رو به صورت کلی که قضا شد، یعنی قضا شد به این معنی که در وقت خونده نشد. ما دو تا اصطلاح شرعی در این زمینه داریم، یکی هست ادا و دیگری قضا. ادا و قضا. ادا یعنی انجام دادن مأمور بهی در وقتش، یعنی اون فعلی را، کاری را که به شما دستور داده شده که انجام بدهید، اون کار را شما سر وقتش انجام دادید، این می شود ادا. و قضا یعنی انجام دادن همان کار در وقت دیگر. به طور مثال الله متعال دستور داده که وقت نماز ظهر را شما بعد از زوال تا زمانی که سایه هر چیزی یک برابر شده شما بخونید. الان هر کسی که در این زمان بخواند یعنی اینکه نماز رو ادا کرده. اگر این رو تأخیر کرد تا نزدیک غروب یعنی اینکه قضا شده یعنی اینکه این عبادت را در وقت خارجی در واقع خونده. هر نمازی رو که قضا بشود، یعنی سر وقت شما نتوانید بخوانید و فوت بشود، حکمش این است که هر وقتی که شما توانستید در نزدیکترین فرصت باید اون را بخوانید. اگر نماز صبح خواب افتادید، به محض اینکه بیدار شدید اون نماز رو بخوانید. اگر نماز ظهر خواب افتادید، بنابر هر دلیلی نتوانستید که سر وقت بخوانید، به محض اینکه بیادتون اومد اون نماز رو باید بخونید و این نماز رو تأخیر نکنید. الان که تأخیر شده بذار با عصر یک جا بخونم، یا نماز عصر رو مثلا وقتی که تأخیر شد و فوت شد، الان که فوت شده صبر بکنید که بعد از مغرب بخونن یا قبل از مغرب اینو بخونن، چون این چیزی جایز نیست. به محض این که بیاد شما افتاد که نمازی رو نخوندید، قبل از نماز بعدی باید این نماز رو در واقع شما بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند من نام عن صلاه او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که خواب افتاد از نمازی یا اینکه نمازی رو فراموش کرد تا اینکه وقتش فوت شد، به محض این که بیادش اومد اون نماز رو باید بخونه. و قضا آوردن سنت ها لازم نیست. قضا آوردن سنت ها الزامی نیست. اگر کسی بخواند فبها و نعمه، کار ثوابی رو انجام داده و بهتر و اولاتر هست، زیرا که جبران کننده کمبود و نقص نماز فرض است. اما اگر نخواند اشکالی ندارد، یعنی بایدی در این زمینه وجود ندارد. اما برای نماز فرض باید وجود دارد، باید آن رو دوباره بخواند. نماز سنت به اختیار خودش است. اگر وقت داشت و میل و رغبتی داشت میتواند که اونها را بخواند، اما اگر که نخواند هیچ گونه اشکالی و گناهی برگردنش نیست. درست. جزاکم الله خیر.